يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال نهم چنین بود: بعد از آمینه کی به پیامبرمان صلی الله علیه و سلم شیر داد؟ اولین زنی که بعد از آمینه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شیر داد سویبه کنیز آزاد شده ابولهب بود که همزمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم فرزندش را به نام مسروح شیر می داد. وقتی که خبر تولد پیامبرمان به گوش عمکش ابولهب رسید، او از خرسندی کنیز خود را که سویبه نام داشت آزاد کرد. وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد، ابولهب عمکش یکی از دشمنان اشدی او گشت. عمک دیگری پیامبرمان عباس خداوند از او راضی باد می گوید: در خوابم ابولهب را دیدم که عذابش در دوزخ خیلی سخت بود و ابولهب بر من گفت: عباس، عذاب من خیلی سخت است، فقط در روز دوشنبه عذابم کمی هم سبکتر می شود. عباس پرسید: به چی سبب؟ ابولهب گفت: به سبب آنکه وقتی در روز دوشنبه به گوشم خبری تولد محمد رسید خیلی خوشحال شدم و کنیز خود را آزاد کردم. به این سبب هر هفته در روز دوشنبه عذاب من کمی هم سبک کرده می شود. برادران و خواهران عزیزم، این بود معلومات مختصری درباره سویبه کنیز آزاد شده عمک پیامبر ابولهب که بعد از مادر پیامبرمان صلی الله علیه و سلم یکمین زنی شد که به پیامبر شیر داد. بعد از سویبه زنی دیگر با نام حلیمه تربیه پیامبرمان را به عهده می گیرد و به او شیر می دهد. ان شاء الله در درس‌های آینده معلومات مختصری درباره حلیمه هم ثبت خواهیم کرد. با ما باشید، یار و دوستان خود را هم دعوت نمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.